سگ چشم گرسنه. سگی از نزد دکان قصابی میگذشت. ناگاه استخوانی را یافت و آن را گرفته گریخته میرفت که سگان دیگر او را دیده از پسش دویدند. سگ با تمام قوتش دویده خود را به طرف دریا زد و هنگامی که از پل میگذشت نظرش به آب افتاد. دید که یک سگ دیگر هم استخوان کلان در دهان برابر او میدود. این عکس خود وی بود. اوهو، استخوان وی از استخوان من کلانتر کو؟ از دل گذراند سگ و استخوانش را پرتافته خود را به آب زد. استخوان هم به زیر آب رفت و عکس سگ هم از روی آب ناپدید گشت. سگ با عذاب به ساحل برآمد. چشم گرسنه که بود از این مانده و از آن رانده شد. سوالها از افسانه سگ چشم گرسنه. سوال یکم، سگ از کجا میگذشت که استخوانی یافت؟ سوال دوم، گریختن او را دیده از پسش چی ها دویدند؟ سوال سوم، او در آب عکس چی را میدید؟ سوال چهارم، عاقبت چشم گرسنگی سگ با چی انجامید؟ خوانندگان عزیز، افسانه یک ژانر عجیب ادبی است که ذهن و اندیشه را انکشاف می‌دهد. خیالات انسان را رنگین می‌کند، زبان مادری را می‌آموزد، دانش و بینش آدم را رواج می‌دهد. در نهاد شما بهترین خصلت‌های انسانی را می‌پرورد. شاید شما این افسانه را پیشتر شنیده اید، اما شنیدن کی بود مانند خواندن. شما کتاب افسانه ها را دریافت نموده خوانید. افسانه با یک بار و دو بار و سه بار گفتن و شنیدن و خواندن به آخر نمی رسد. افسانه خوب مثل شعر ناز تکرار به تکرار خوانده و گفته و شنیده می شود. هر بار به کس لذت و حلاوت دیگر می بخشد. اگر کتاب افسانه ها داشته باشد این خوب است. کتاب ها را ورق گردانیده رسم هایش را تماشا بکنید. رسم ها را شرح و ایضاح بدهید. معنی کلمه های برایتان نو را از پدر و مادر و برادر یا خواهرتان بپرسید. آرزومند موفقیت شمایم عزیزان.